خب کنکور امسال اومد و رفت و متاسفانه خیلی از بچه‌هایی که برنامه اینو داشتن توی رشته‌های پزشکی و دندونپزشکی قبولی بیارن نتونستن. میخوام بدونید که تنها نیستید و من اینجام در مورد راه حل جایگزینی که براتون دارم صحبت کنم. میخوام در مورد تحصیلات بین‌الملل صحبت بکنم که شما بتونید با یک جهش خیلی خوب توی مقاصد تحصیلی درجه‌ای که دنیا تحصیل کنید. از اونجایی که رشته دندونپزشکی و پزشکی دو تا رشته‌ای هستن که تو کل دنیا رشته مهمی به حساب میان و علل خصوص شرایط ویژه‌ای دارن، خیلی مهمه که شما به نکات مهمی که تو انتخاب اینها وجود داره دقت کنید. من میخوام سه تا از اصلی ترین و کلی ترین نکات رو بهتون بگم که حتما تو انتخاب دانشگاه یا کشور مقصدتون به این نکات دقت کنید. نکته اول اینه که حتما دانشگاه مورد نظرتون مورد تایید سازمان بهداشت جهانی یا WHO باشه، به خاطر اینکه میتونه بهتون کمک بکنه که از اون کشور خارج بشید بعد از پایان تحصیلتون و تو کشورهای دیگه کار کنید. برای عزیزانی که دوست دارن بعد از تحصیلات در اصل بین‌المللشون برگردن توی ایران کار کنن، حواستون باشه که حتما دانشگاه مورد نظرتون مورد تایید وزارت بهداشت کشور خودمون باشه. مورد سوم که دوست دارم توی نکات بهش اشاره بکنم برمیگرده به یک نکته خیلی ریز که شاید خیلی از بچه‌ها حواسشون بهشون نباشه و اونم اینه که بعضی از دانشگاه بعضی از کشورها هستن که شما بعد از اینکه درستون تموم میشه الزاماً پزشک یا دندون پزشک شناخته نمیشید توی اون کشور، صرفاً یک مدرک گرفتید. برای همین باید بدونید که صرف این که یک کشور پذیرش راحت‌تری داره یا هزینه‌های کمتری داره الزاماً انتخاب درستی نیست و باید حواستون به این نکته حتما باشه. کشورها از لحاظ تحصیلات بین‌الملل به 4 گرید A، B، C و D تقسیم میشن. در مورد گرید A میخوام باهاتون صحبت بکنم. انتخاب این دانشگاه‌ها برای رشته‌های پزشکی و دندونپزشکی یکی از بهترین انتخاب‌ها میتونه باشه. تحصیلات توی این کشورها به زبان انگلیسیه. شما مدرک معتبری دریافت میکنید و پس از فارغ التحصیلیتون به راحتی میتونید وارد بازار کار بشید و یا اقامت و پاسپورتتون رو دریافت بکنید. مای آرمان با شناختی که از کشورها و تسلطی که به قوانینشون داره میتونه به شما کمک بکنه که توی این مسیر قدم بردارید و بهترین انتخاب رو داشته باشید. اگر موافقید اولین قدم رو بردارید با ما تماس بگیرید.